واعظی بالای منبر به مردم گفت هر کس بسم الله الرحمن الرحیم را با اخلاص و یقین بخواند میتواند روی آب راه برود همانطور که روی خشکی راه میرود. در میان جمعیت جوانی ساده دل و پاک نیت بود که خانه‌اش بیرون شهر قرار داشت و هر روز مجبور بود به سختی از رودخانه عبور کند. اما با شنیدن این حرف بسیار خوشحال شد. هنگام بازگشت با دلی سرشار از اطمینان بسم الله گفت و پا روی آب گذاشت و به راحتی از رودخانه گذشت. مدتی گذشت و جوان که میخواست محبت واعظ را جبران کند او را به خانه‌اش دعوت کرد. واعظ پذیرفت و با هم راه افتادند. وقتی به کنار رودخانه رسیدند جوان با آرامش بسم الله گفت و روی آب شروع به راه رفتن کرد. اما وقتی برگشت دید واعظ لب ساحل ایستاده و پاهایش میلرزد. جوان با تعجب گفت ای شیخ، تو خودت این را به ما آموختی، پس چرا نمی آیی؟ واعظ آهی عمیق از ته دل کشید و گفت فرزندم، حق با توست. من آن حرف را با زبانم گفتم، اما ایمانی که تو در قلبت داری من ندارم. فاصله ی حرف تا عمل به اندازه ی دنیاست. اگه دوست داشتی بنویس خدایا ایمانم را قوی کن.